سلام، خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدیدم. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت ببرید و لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنید. امروز میخوام در مورد یک بازیکنی براتون صحبت بکنم که نه تنها یک بازیکن موفق بود، بلکه یک مربی برجسته و تاثیرگذار در دنیای فوتبال و تاریخ فوتبال هم بود. شماره 14 لاله های نارنجی، یوهان کرایوف. سال 1999 توی یک رأیگیری که توسط فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال هستش، کرایوف به عنوان دومین بازیکن برتر تاریخ فوتبال در قرن 20 قرار گرفت و توی یک رأیگیری که توسط نشریه بین‌المللی فرانس فوتبال هست، کرایوف به عنوان سومین بازیکن برتر فوتبال انتخاب شد. شروع ماجراجویی کرایوف در باشگاه آژاکس به این صورت بود که خونه پدر کرایوف در نزدیکی باشگاه آژاکس بود، ولی یوهان متاسفانه تو همون بچگیاش پدرش رو از دست داد و مادرش برای اینکه بتونن گذران زندگی بکنن مجبور شد که به شغل نظافتچی روی بیاره و یکی از اون جایی که مادرش کار میکرد باشگاه آژاکس بود و همراه با خودش بعضی وقتا یوهان هم میبرد و کرایوف همونجا بود که از فوتبال خوشش اومد و در سن 11 سالگی فوتبال رو شروع کرد تو آکادمی آژاکس و تو سن 17 سالگی هم برای بازی در باشگاه بزرگسالان آژاکس انتخاب شد و همونجا بود که دیگه همه کرایوف رو کم کم داشتن میشناختن و سبک بازیش و اون استعدادش داشت کم کم کشف میشد. کرایوف یکی از تاثیرگذارترین چهره ها در فوتبال مدرن بود و یکی از طرفدارهای سبک فوتبال به اسم توتال فوتبال بود که توسط رینوس میشل یا همون کسی که کرایوف رو کشف کرده بود هستش. کرایوف به قدری خوب بود که 3 بارم برنده توپ طلا شد، سال 1971، سال 1973 و 1974 و هم به عنوان مربی هم به عنوان بازیکن ابداع کننده سبک‌های جدید و جذاب فوتبالی بود. یکی از اونها تیکی تاکا بود که وقتی مربی بارسلونا شد اومد این سبکو تو بارسلونا اجرا کرد و خیلی خوبم جواب گرفت و مربیایی که بعد از کرایوف هم می اومدن از این سبک پیروی میکردن و یه جورایی دیگه شده بود سبک باشگاه بارسلونا و یکی از موفق ترین مربیایی که این سبک رو اجرا کرد و جواب گرفت میشه به گواردیولا اشاره کرد.
کرایوف به عنوان بازیکن همه جای زمین سرک میکشید و تنها پستی هم که بازی نکرده بود دروازه‌بانی بودش و اعتقادش این بود که همه بازیکن‌ها باید همه پست‌ها رو بلد باشن و بتونن واسه تیمشون مفید واقع بشن و نتیجه رو به نفع تیمشون برگردونن. و از ابداعاتش به عنوان بازیکن هم بخوایم صحبت بکنیم میتونیم به پاس 1-2 و چرخش کرایوف اشاره بکنیم. چرخش کرایوف یه جوری سر توپ زدنه که خاص خود کرایوف بود. این افسر هلندی هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان مربی خدمات زیادی رو برای بارسلونا انجام داده بود که یکی از مهمترین اونها تشکیل آکادمی لاماسیا بود که الگوبرداری شده بود از مدرسه فوتبال آژاکس و اگه همین الان بارسلونا بین مدعیان اروپایی هستش مدیون این شخصه، چون که بارسلونا خیلی وقت پیش ورشکست شده بود و اگه این لاماسیا نبود و اون بازیکنای جوون پرورش نمیافتن الان نمیتونستن به داد بارسلونا برسن و بارسلونا ورشکست میشد. حالا بگو ببینم در مورد کرایوف چه چیزایی رو میدونی؟